و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. همین کارگرها و همین بچه‌های کارگرها بودن بسیج کارخانه که عازم بشین به جبهه. چیکار می‌کردین قبلا وجود توی کشاورزی؟ چند سالتونه؟ 3 سال. قبلا چیکار می‌کردین؟ لبنیات. سمت درس خونه بعدن رفتین کشاورزی. حاج آقا شما هم از کدوم حوزه علمی هستید؟ بنده هم از حوزه مشهد هستم، از مدرسه سلیمانی. شهدا مایه رونق حیات معنوی اند در کشور. شهدا تا هستن با تن خودشون دفاع میکنن. حرکت مادیشون در خدمت اسلام و در خدمت جامعه اسلامی است. یعنی به سمت آرمانها حرکت کردن، عدم توقف. وقتی میرن با جان خودشون و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بخلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بسم الله قاتل الجبارین یا علی یا علی یگانت ابلاغ کن. خدا حافظ باشه. به سوی هدفها پیروی یا علی. وقتی میرن معنویتشون، صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه. پیامی دارم. هر کشوری قیامش روی مکتب بود پیروز شد. ما گوشمون سنگین این پیام ها رو درست نمیشنویم. اگر به ما بشنوانند این پیام ها رو، ما دیگه این گرایش به کفر و الحاد و اینها از بین ما رخت برخواهد بست. جنگیدن در راه خدا خستگی نمی‌کنه. اگر داریم خسته میشیم با مردم حرف میزنن. بالذین لم یلحقوا بهم، با ماها دارن میگن. مخلص‌ترین صوت آن در گوش شما وجود دارد، مثل این صداها. آمریکا که تا حالا سعی کرده که بشکونه کمن اقتصاد ما و نگذاریم این منافقین خارجی و داخلی در میانه رخنه کنند. کو سازش حرام. خدا کمکش رو به کسایی میده که مطیع امر ولی امر خدا باشیم و این مبارزه ما هیچ و پایان پذیر نیست و ادامه دارد. عزیزان من، بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، آقا ما داخلی شهری مردم شد.